اینجا استودیوی مرکزی رادیو زودی است و شما برنامه خبری را تماشا دارید. من شعله گلخوجه در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. موضوع برنامه امروز 25 آگوست چنینند: حکومت تاجیکستان با اشاره به پاندمیای کووید 19 تصمیم گرفته است امسال از تجلیل باشکوه جشن استقلالیت خودداری نماید. صرف نظر از پیشرفت در روند مذاکرات با طالبان، اعضای این جنبش تا رفت به کابل نزدیک می شوند. او مناطق کاملا به دست طالبان است و نیروهای اردوی ملی فقط تا همین منطقه حضور دارند. و خصومت تا کجا برد در جنجال گروهی دو عائله در نویه واسه نه به زن رحم کردند و نه به موسفید. خیلی باز زد سه تمش وقت مقبل قاتم دیگه نمیم چرشت گم دارش آوه ایسیار نبسوز رنیش ممنون میتونم. امسال در تاجیکستان جشن استقلال خاکسارانه بدون سیر و گشت عمومی و نمایش‌های تئاتری شده تجلیل می‌گردد. چون این تصمیم را حکومت کشور به علت پاندمیای کووید 19 گرفته است. در حالی که جشن استقلال 9 سپتامبر فرا می‌رسد، مقامات تندرستی تاجیکستان از افزایش بیماران التهاب شش و کرونا ویروسی نو صحبت می‌کنند. یادآور می‌شوم در ماه مارس سال جاری کشورهای همسایه به خاطر خروج بیماری کووید 19 مرزهای خود را بسته جشن‌ها را منع کردند، اما در تاجیکستان نوروز با شرکت عامه مردم تجلیل کرده شد. حالا طبیبان از احتمال موج دوم همهگیری کووید 19 هشدار می‌دهند. همکارم میرزانبی خالقزاد همین موضوع را پیگیری داشت و از او میپرسم که این شب و روز تا کدام اندازه وضع نگران کننده است. بله شهلا، پس از اعتراف تاجیکستان در آخر ماه اپریل سال روان از وجود کووید 19 در کشور، تجلیل روز وحدت در ناحیه مسجد که روز 27 ایون در نظر بود برگزار نشد. اکنون قرار است جشن استقلال نیز در نواحی تاجیکستان با معرکه‌های فشرده صورت گیرد، زیرا مرکزهای بهداشتی و بهداری کشور از افزایش پاندمی کرونا ویروس در نواحی کشور تاکید می‌کنند و میگویند سبب اصلی آن به احتیاطی و بی‌پروایی ساکنان میباشد. خب میتونید روشن‌تر بگویید تا کجا و بیشتر در کدام منطقه تاجیکستان اوج بیماری بیشتر به نظر میرسد؟ ببینید، پنجشنبه بیماری تا جایی که احساس می شود که در آنجا تشخیص دقیق باشد. در سوخت روزهای اخیر حالتهای نوی آلوده شوی بخصوص بدون نشانهای خاص طبیبان را به تشویش آورده است. سیرت شناسان عامل اساسی آن را در رعایت نشدن قاعده‌های بهداشتی بدون نقاب به کوچه برآمدن و فاصله جسمانی را رعایت نکردن در موضع جمعیتی می‌دانند. روز یکشنبه ستاد ولایتی مبارزه با کووید 19 ولایت سوخت در شهر پنجکین جلسه خود را برگزار کرد و طور معروف حاجی بایف معاون سردار ریاست تندرستی ولایت سوخت روز 23 آگوست به رادیو آزادی گفت جلسه ستاد به خاطر جلوگیری از پنجشنبه بیماری کووید 19 صورت گرفت. فقط روز 22 آگوست 2 نفر در بیمارستان بیماری‌های سرایتی پنجکین فوتیدند. در نوارهای دیگری که ما می‌بینیم وضع چندان تخت و هموار نیست، ولی مقامات تندرستی ناحیه‌ها در این باره زیاد حرف نمیزنند و معلومات پراکنده درباره کووید 19 اساساً از نزدیکان قربانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شود. تشکر برای صحبت. اما با این هم مقامات توجیه میگویند وضع وابسته به بیماری همهگیر معتدل است. طور وزارت تندرستی خبر داد تا روز 24 آگوست شماره فوتیده‌ها تنها 1 نفر بیشتر شده به 67 نفر رسیده است. رستم لطیفزاده رهبر حزب اگراری تاجیکستان که 11 اکتبر برای کرسی پرزیدنتی رقابت میکند، اشتراکش در انتخابات را جدی ارزیابی مینماید. منتقدان لطیفزاده بارها گفتند شرکت او و حزبش در انتخابات نمایشی و تنها به خاطر پررقابت نشان دادن این معرکه سیاسی است. مولا رجب یوسفی و امرالدین اولیموف در صحبت اختصاصی نخست از لطیفزاده پرسیدند که برای معرکه سیاسی چقدر سرمایه صرف کردن است؟ البته انتخابات به خرج و به صرف مبلغ نمی شود. ما در معرکه پیشتر هم توجه نسبت مسئله هایی که ما بررسی میکنیم در برنامه زیاد است و ما شخصانی زیاد هم داریم در اطراف خود، رفیقامون، برادرامون و اون آدمانی که توجه دارن نسبت حزب ما
کمک‌های مالی و پولی میکنن، البته که این خلاف قانون نیست و در آیین‌نامه ما قید شده است. البته مبلغ‌های دیگر هم جلب کرده میشن، ولی امروز من گفتن نمیخواهم که تو امروز ما چقدر مبلغ، البته البته یک مبلغی معین جمع شده است و با انتظار داریم که مبلغ‌های دیگر هم با جلب کرده میشن. میتونید گفتن که چقدر دارایی داره؟ خودی من؟ بله، چند خانه داره؟ چون همه سال شما البته اعلامیه میسپره به اون اعلامیه برای جامعه نشر نمیشه. من از سال 2000 از سال 1989 به دوشنبه کوچیده اومدم، یک خانه 2 حجرگی داشتم، بعدا شرایط زندگیم خوبتر شد، با 3 حجرگی گرفتم، امروز یک صاحب یک خانه 5 حجرگی هستم. دیگر دارایی چی باشد؟ زمین کشاورزی ندارم، بستانسرا ندارم، دیگر همین. شکل پورای مصاحبه رستم لطیف‌زاده را به همین زودی ها میتوانید در سامانه رادیو زودی پیدا کنید. میرویم به بلاروس. وزارت دفاع بلاروس اعلام کرد که بعضی از واحدهای نظامی به حالت آماده باشی کامل در آمدند و سربازان احتیاطی نیز به ارتش دعوت شدند. در بلاروس 16 روز این جانب اعتراضهای گسترده ساکنان به نتیجه انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست جریان دارد. مقامات این کشور چندی از سازمان دهندگان اعتراض را دستگیر و تعداد دیگری را برای بازپرسی به اداره‌های تفتیشاتی دعوت کردند. اسکندر خواجه‌میرزاده موضوع را ادامه می‌دهد. شام دوشنبه 24 آگوست صدها نفر در مرکز مینسک گردی همایی اعتراضی دایر نمودند. شرکت کنندگان در برابر طلب برکناری پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو سرود خوانده رقص هم کردند. در مقایسه با راهپیمایی اعتراضی روز 23 آگوست که در آن نزدیک 100,000 نفر اشتراک کرده است، جمع آمد روز دوشنبه کم شمار بود. در عرفه این گرد همایی مقامات بلاروس 2 عضو شورای هماهنگساز مخالفین را که با تشبث نامزد کرسی پرزیدنت سویتلانا تیخانووسکایا تشکیل شده است بازداشت نمودند. تیخانووسکایا اصرار می‌ورزد که در انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست تقلب جای داشت و در عمل او نامزد پیروز در این معرکه میباشد. عضو دیگری شورای هماهنگساز برنده جایزه نوبل سویتلانا الکسیویچ 72 ساله روز 26 آگوست برای بازپرسی به کمیته تفتیشات بلاروس دعوت شده است. چند روز پیش حکومت افغانستان اطلاع داد که ناحیه شکردره ولایت کابل که همگی در چند کیلومتری پایتخت افغانستان جایگیر می باشد از طالبان پاکاری شده است. خبرنگاری رادیو افغانستانی آزاد نصرت پارسا سری داشت به این ناحیه و ببینیم در آنجا چی دید و چی شنید. شمار دقیق کوچ کننده ها از بخش‌های ناآرام ولسوالی شکردره مشخص نیست، اما از بیم ناامنی‌های اخیر و حضور طالبان در ولسوالی شکردره در شمال شهر کابل، برخی از ساکنان مناطق دوردست این ولسوالی مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. دورتر از بازار ولسوالی شکردره می رویم، بدون اینکه کسی امنیت ما را بگیرد، بند شاه و عروس را هم عبور می‌کنیم. کم و زیاد 2 کیلومتر دورتر از بند شاه و عروس پیشتر می رویم. دیگر اجازه پیش رفتن را نداریم. آخرین قرارگاه نیروهای دولتی در مسیر راه اینجا در باغ مربوط به ولی کابل است. از میان نیروهای ارتش در اینجا کسی با ما مصاحبه نمی کند، اما منابع برای ما گفتند که آن سوتر در داخل دره طالبان حضور دارند. مشکل کلان دیگه که طالب در شکردره پیدا کرده، حکومت یا نهادهای مدنی حتی احزاب سیاسی متاسفانه در 20 سال آخر هیچ گونه فعالیت فرهنگی آگاهی دهی در مقابل افراطیت در اینجا نداشته یا اگر داشته هم خیلی کم بوده. کمی به بالاتر به تپه‌ای در نزدیک باغ مربوط به ولی کابل می رویم. اطراف این باغ توسط چندین پوسته ارتش محافظت می شود. اینجا آخرین پوسته اردوی ملی در فراز یکی از تپه ها در ولسوالی شکردره است که از اینجا از این پوسته به اون طرف که به نام بازار
دره یاد میشه یا بازار دره شکردره یاد میشه. اون مناطق کاملا به دست طالبان است و نیروهای اردوی ملی فقط تا همین منطقه حضور دارند. حدوداً 2 ماه پیش وضعیت امنیتی شکردره، گلدره و ولسوالی های همجوار کابل در شمال کابل امنیت خوب داشت و حتی ای که شمار از کوهنوردان حدود 2 ماه پیش به آخرای شکردره به حوض خاص رفته بودند بدون کدام چالش امنیتی. اما از حدود 2 ماه به این سو وضعیت رفته خراب شد که بالاخره وزارت دفاع عملیات را راهاندازی کرد و ادعا کرد که شکردره از وجود طالبان پاکسازی شده. اما مردم محل میگن و آنچه را که ما رفتیم با قسمت‌های نزدیک آخر شکردره یا نزدیک دره شکردره دیده میشه که هنوز هم حضور طالبان در برخی نقاط ولسوالی محسوس است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، شکردره کابل. گزارش همکارمون از رادیو افغانستان آزاد بود. در ادامه برنامه عاید جنجال گروهی 2 عائله در نویه وسه برای شما نقل میکنیم. در نویه وسه مقامات انتظامی به تحقیق جنجال 2 خانواده پرداخته. از خصومت عضو این عائله ها هفته گذشته به زن و زنی گروهی پیچیده و بعضی از آنها را تا به بیمارستان برده است. ضمن صحبت با محمود جان رحمتزاده، نمایندگان این 2 خانواده همدیگر را در سر زدن مناقشه ابدار میکنند که احتمالاً به باز شدن پرونده سبب خواهد شد. 3 عضو خانواده سولیوف ها ساکنی ناحیه وسه 10 روز باز در بیمارستان ولایتی شهرکلو بعد یک مناقشه بستریاند. به نقل سلیمان سولیوف شب 16 اوگوست با یک زنگ تلفنی برادرش به ورزشگاه رفته خواسته از مناقشه گروهی جوانان را خلاص کند. او و پدر و مادرش را گویا در همانجا خانواده فیضوف ها لطکوب کرده اند. همه کسا ما را زدن. در همین حالت پدر و مادرم به همونجا حادثه را اومدن. کسی بختیار مادرم گفت چی گپه، برای چی بچه ما را میزنی؟ گفت که فلان بیمدانت کنم. یه همش زد مادرم در مبین رد بهش شید غلطید. خانواده فیضوف ها در صحبت به رادیو آزادی گفتند که سرکرده جنگ خانواده‌ای سولیوف ها است، اما فیضوف ها نخواستند در نزد دوربین صحبت کنند. نزدیکان خانواده فیضوف ها گفتند که برعکس پسران سعید شریف آنها را لطکوب کرده اند. دیگه ما هیچ نفهمیدیم. ما را زده بودن درون لاتوک زدم. ما هوشم رفت. اینا پیشونیم کافیدگی در بالنسا خواب بودم. تو را تحت نظارت دخترم. ایش همون نمیدونیم او چی گفتن اومدن ما را زدن. ما نمیدونیم. اومدیم پیش رام او ما را زدن. اونجا تخمینا 100 نفر بودن. به دیگه نمیفهمیم کی را زیسته. با گفته شاهدان مناقشه از آن سر زده است که پسر سولیوف را در بازی فوتبال راه ندادند و میان جوانان جنجال لفظی سر زده است. گویا هر دو طرف نزدیکانشان را به ورزشگاه دعوت کردند که به مناقشه گروهی سبب شده است. مسئولان بیمارستان کلاب گفتند که این خانواده با علامت‌های ضرب در اینجا بستری شدند ولی نتیجه تشخیص طبی و سودی را انتظارند. های بیماری دیگریش که در شعبه بستریش کردگی سولیوف صابیر میشن همون شبانه ساعت 22 و 20 یک جای اهل خانوادهشون قطعی مراجعت کردی بود با شکایت‌های درد درمانده، خونروی از بینی، کچوی دیواره بینی. از روی علامتاش معلوم میشه که بیمار لطکوب شده است. با گفته طبیبان شب مناقشه جانب دیگر هم با شکایت‌های ضرب به بیمارخانه آمده اند، اما با سبب سبک بودن جراحت‌ها بعد تشخیص رخصت شده اند. دیگر سکزگاه مراجعت کردی بود. دواشان خیلی جراحت‌های خراشیده، لطخوری استخوان‌های کیس، بندی دست، جراحت خونروی از پیشونه، بیماری که از گروه دیگر مراجعت کردند. سعید شریف سولیوف میگوید ماه پیش هم این خانواده پسرانش را لطکوب کرده است ولی آن دفعه به جای شکایت نکرده اند. حالا سولیوف به مقامات انتظامی نسبت خانواده فیضوف شکایت برده اند. من گفتم خیلی بچه ها مزدی چی بزن من میزنی کم پیشه خیلی ما باز زد 3 تا مش برفتم عقیب لغایتم دیگه نمیم چند شتا دیگه هم دارش آوه سیاه نفس هیچ مم نمیتوفم. در شعبه کارهای داخلی ناحیه وسه گفتند که نسبت جنگ شب 16 اوگوست تحقیق ادامه دارد. بعد انجام تحقیق پرونده باز می‌کرده اند. دوستان عزیز فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر و چون همیشه شما میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و البته در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب نوارهای روز را ببینید. یادتان نرود فردا صبح بر وقت هم شما را در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظرم. تا آن دم خود را احتیاط کنید.